زمانی که هرگز نمی‌گذرد. هستی محسن هستم و امروز می‌خوایم در مورد مفهوم ساده و بسیار مهم از فیزیک کلاسیک با هم صحبت کنیم. زمان مطلق از دیدگاه نیوتن. نیوتن بر این باوره که زمان به صورت مستقل و ثابت هستش. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه توجه کنه ما در چه موقعیت از مکانی هستیم یا چه اتفاقی بر ما میفته، میگه که زمان با سرعت ثابت بر اگه بخوام به زبان ساده تر بهتون بگم، میتونیم بگیم که اگه تصور کنید که همه ما یه ساعت داریم، نیوتن میاد میگه که ساعت ها همه اگه با هم متفاوت هم باشن، باز یه جریانی از زمان مطلق وجود داره که در حال حرکت است که ما اگه حتی بهش توجه نکنیم هم باز این جریان وجود داره. این باورها سالها پیش پایه فیزیک کلاسیک بود تا اینکه آلبرت انیشتین اومد تمام کرد و گفت زمان میتونه برای آدم‌های متفاوت مختلف باشه و مثل یک مکان نسبی حالت نسبی داشته باشه. زمان هم مثل مکان نسبیه، اما تا قبل از این زمان در فیزیک کلاسیک کاملا ساده و مطلق بود